یکی از رازهایی که ارتباط به خودت میگیره امروز فاش بسازی که بعد از این راز نخواد بود؟ نمیشه این سوال بگذاریم، امکان نداره. خب این سوال نخیر نمیشه. خب یا یک راز میگم برات، خیلی دوستان میبینن همگی. بسم الله. یکی از رازهایی که شاید جایی نگفته باشم این است که بسیار از گفته هایی که ما از طریق رسانه داریم، بسیار از گفته ها، حالی را میتونیم بگیم که نمیگیم که نصفی از گفته ها یا کمترش، بسیار از گفته ها را متاسفانه ما خودم عمل نکردیم. یعنی ما مردم گاهی اوقات در کلیپ های میبینن که دعاهای را، اذکار را یاد میکنن که اذکار از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه شده و در فلان وقت به خاطر فلان حل مشکل اینا رو یاد کردیم، ولی گاهی که در زندگی شخصی خودم به این مشکل روبرو شدیم همین دعا یاد رفته یا هیچ به این پایبندی نداشتیم. وقتی الله متعال شاهد همه چیز است، بنده‌هایشم اگر بفهمه مشکل نیست. و گاهی اوقات ما بسیار مردم به حوصله مندی و صبر میخوانیم و توصیه میکنیم که صبر داشته باشن در گاهی که خشمگین میشن اینا، اما در زندگی شخصی روزی هم شده که من خودم نتونستم خشم خودم کنترل بکنم. میشه انسان. اما این یک از رازهاست که گفتیم براتون